پشتی داخویانین وزیر راگهاندنا سوریه لسر نکارینا دابینکرنا جلو برکن بیجاران و نوچگهانان جعالی وزارت راگهاندنه و بیارا چونا روزنامه‌وانک اسرائیلی به همانگی به وزیر راگهاندنه نافخاک سوریه و دوزا گندلیه دو وزارت براوانی ده سروک رژیم سوریه بشار الاسد وزیرین براوانی و راگهاندن و پیشسازی جکار دورخستن. دو روژا دوشمه یکی چلیا سال 2018 لگور بریارا سروک رژیم سوریه عماد علی عبدالله وک وزیر براوانیه و عماد عبدالله سارا وک وزیر راگهاندنه و محمد مازن علی یوسف وک وزیر پیشسازی هاتن دستشان کرن. وزیر نوی براوانی علی عبدالله لشونا فهد جاسم فریج کو سال 2012 هاتبو سرکار هات دستشان کرن. او جی پشتی کشتنا وزیر براوانی داود راج حبو کو دوی بویره دا آصف شوکت زاوای اسد لگل هن پرپرسن پلا بلند دنیفزگاه اولکاریا اجتماعی یا رژیم کو بناوی خلیط الازمه تیناس کرن هاتبون کشتن. جدرن جو اپوزیسیونا سوریه دبیجن گندالیا کمزن لوزارت براوانی هبو وزیر براوانی بره لشکریا نچار جخوراب کاردانی و گلک جوانان لشکریا نچار دور دخست کو بناوی تفیش لارتشا سوریه تیناس کرن. لگور بریارا سروک سوریه جماف وزیر براوانی درخستنا جوانان به بهانه نخوشی یان نکارینا لشکریا نچاره و او بریارا فهد جاسم جخورا کار دکر و سامان کمزن پاشفه بریاره کوم کربو. و درباره درخستنا وزیر راگهاندن جپوستا وی او بو کو وزیر بره محمد رامز ترجمان نکاریبو پیدیفین روزنامه‌وان راگهاندن دابین بکه و بطایبات جلو برکن بیجاران هروها حسان کرنا چونا روزنامه‌وانی که اسرائیلی بو نافخاکا سوریه کو چونا وی روزنامه‌وانی به همانگی به ترجمان بخوره بو و روزنامه‌وان اسرائیلی دکاری لگال علی حیدر وزیر الهواتنه بجوه تاوی محمد رامز ترجمان براوانی خواکر و گوت او ولاتیه کی بریتانی بو لیکارمنده کی وزارت او یکرات کر و گوت او روزنامه‌وان کی اسرائیلی بو گوهرتنین بشار الاسد هفده میوه کته کوشر ترور برف داوی دچه و حوالا دیتنا چارەسەریەک سیاسی جسوری را تی کرن